همدیاران نکته‌سنج، همزمانان و همزبانان ارجمند، اصلاحات وسیع مقیاس در ساحه تعلیم کشور به مقصد تشکل معنویت و دانش آموزی طالب علمان راه اندازی گردیده است. جوانان آینده ساز کشور می باشند. وارثان ما صاحب تخصص، تشبثکار، صاحب کار و سازنده با معرفت محض در آستانه مکتب تشکل می‌یابند. ما در عرفی ایدی آموزگاران در 5 مکتب که در دهی زرگند فعالیت می‌برد تشریف آوردیم. علم و تعلیم از ازل با راه اعلام آمده، نوری علم و معرفت از راه پیغام آمده، نوری علم و معرفت از راه پیغام آمده. در میانی مردمان باشد معلم چون چراغ، در میانی مردمان باشد معلم چون چراغ، به نوری معرفت چون ماه در شام آمده، به نوری معرفت چون ماه در شام آمده. سایه علمی معلم دائمی در فکر ما، هم نشینی با معلم یک فرجام آمده، فکری روشن در سرش باشد چراغ معرفت، بحر شاگردان معلم چون نکنام آمده، بحر شاگردان معلم چون نکنام آمده. در حقوق آمد معلم از پدر اولاد بسیار، در سری راه هدایت صدر اسلام آمده، از صفتهای معلم ای حسین اینجا بگو، از صفتهای معلم ای حسین اینجا بگو، چشمی روشن کند هر آنچه الهام آمده، چشمی روشن کند هر آنچه الهام آمده، هر آنچه الهام آمده. حالا در مکتب رقم 42 به 625 نفر خوانندگان 70 نفر آموزگاران درس می‌دهند. صنفخانه ها با تجهیزات های ضروری جهازانیده شده است. صفت و ثمره‌ناکی فعالیت آموزگاران یک رنگ نیست. فعالیت آنها از هم تفاوت دارد ولی مقصد مشترک است.
من در مکتب ما قریب 700 نفر خواننده ها با زبان هم زبان تاجیکی هم زبان ازبکی تحصیل میگیرند. قریب 70 نفر معلمان درس میتیند به اینها. به نزدیک من ایدی معلم مربیان از فرصت استفاده برده همه اینها تمام معلمان ازبکستان رو با عید تبریک مبارکباد میکنیم. همه‌شون در کارهای پرمشقت همیشه سالم سلامت باشند. باز من در همین مکتب قریب 40 سال باز مهنت میکنیم و خوانندگان تعلیم و تربیت میدیم. از فن زبان و ادبیات تاجیک بسیار شاگردای بسیار تربیت کردیم. بسیارش در همین مکتب در مکتب‌های دیگر مکتب‌ها کار میکنند. باز بسیاری آنها در جبهه‌های گوناگونی ازبکستان خدمت کرده با وطن خود ما خدمت کرده ایستادند. فخر افتخار دارم که من در مکتب چندین سال باز قریب 40 سال باز کار میکنم. در قطار من شاگردها بسیار شاگردها من در قطار من کار کرده ایستادند و همه آنها آمد موفقیت میطلبیم. در تنتنه‌ای که بخشیده به عید آموزگاران برگزار گشت، آموزگاران فعال مکتب با افتخارنامه تحفه‌های خاطره‌ای سرافراز گشتند. شعر و ترانه‌های شاگردان با استادان نیروی تازه بخشید. از این فرصت ها استفاده برده من اول استادان خودم را از تخت دل تبریک می کنم. با آنهایی که در مکتب ها کار کرده استادن استادانم باز هم کچ قوتی بلند اراده مستحکم می طلبم. من شمایان گواه شده استاده اید. خوانندگان ما برای تبریک مایان جماعت شده یک چاره‌بینی نشان داده استاده است. از این ما جدا خرسند شدیم و سربلند شدیم و با معلمانی که پیش قدمند با آنها باز یعنی تحفه‌های با مانند کتاب، یعنی کتاب این سرچشمه دانش است. برای همین با کتاب‌های نو به نو برای باز هم کارهای نظم را اجرا کردن، باز هم به خوانندگان نسل از دانش‌ها دادن، کتاب‌ها تحفه کردن. معلمانی فعال باز هم پول‌ها، افتخارنامه‌ها تحفه کردن. از این ما جدا هم سربلند شدیم. باز هم برای ازبکستانمان را پیش قدم نمودن، باز هم برای نسل نورس را یعنی هم با قوت در روح وطن دوستی علم دادن، دانش دادن حرکت میکنیم. و پرزیدنتمان رحمت‌های کلام میگویم، چون که با ما نهایت راه‌های وسیع گشوده داده است و یعنی هم من دیده استودید کتاب‌های نو به نو برآورده برای باز هم دانش خوانندگان را وسیع نمودن. در جهان، در ازبکستان، در همه دولت‌ها جای یکم را گرفتنش پرزیدنت ما حرکت کرده است. از این ما جدا هم سربلندیم و منتداری اظهار میکنیم. بار دیگر به همه معلمان ازبکستان، به همه آموزگاران رحمت‌های کلان گفته با این عید فیروز تبریک میکنم. منزل نوبتی ما مکتب رقمی 14 می باشد. این مسکن علم یکمین مکتب در ده می باشد. همه مشغولت‌های خودی است. تحصیل در صنفخانه ها ادامه دارد. این بلبلکان باغ دانش پیش از درس به تبریک معلمی اولینشان میسر گشتند. معلمی مهربان، مهرتان در دل جان، لفظ شیرین روان، ما اشما آماختیم، ما اشما آماختیم. معلم زبان و ادبیات تاجیک ازمبای زیاتف قریب 30 سال فعالیت آموزگاری دارد. در همین مسکن تحصیل گرفت. پس از ختم دانشگاه عالی به قطار استادانش درآمد. حالا زندگیش را با مکتب رنگین و سرمضمون می‌بیند. من امروز ها در ریسپوبلیک ازبکستان یکی از ایدهای پرشکوه، ایدهای مکرم، ایدی معلمان برگزار می‌گردد. پیش از همه من با این ایدی پرشرف، مسئولیتناک تمام معلم‌های ریسپوبلیک ازبکستان را، معلم‌ها را تبریک و تهنیت نموده و آنها عمر دراز، رزق فراخ
در کارهای پرشرف و مسئولیتناکشان با آنها کامیابی‌های نو و نو می‌طلبم. معلم کیست؟ معلم این شخصی است که انسان را به جمعیت تیار می‌کند. معلم این شخصی است که به انسان غذای معنوی داده آن را به راه نقش هدایت می‌نماید. برای همین گفته است شاعران نام استازی گرفتن کار آسان نه به کس، کاری پرشرف پیوسته کوشیدن ضرور، در همه دور و زمان یک ذره جوشیدن ضرور. البته ما معلمان و زمان نگاه کرده برابر زمان رفته، تمامی از طرف حکومت چخیل قرارها چخیل کارها رفته است به بچه‌ها به اهالی نقل رسانه توانستنمان و آنها غایه‌های نو را فکرهای نو را برآوردنشان یاری رساندنمان در کار است. در این مسکن علم 46 نفر آموزگاران و 445 نفر شاگردان درسی علم و ادب می آموزانند. همه به یک مقصد فعالیت خویش را پیش می برند. در صحن مکتب رقمی 15 چاره‌بینی بخشیده به روز بزرگداشت رودکی و عید آموزگاران بسا جالب و رنگین گذشت. مکتب 15 رقم 15 1982 سال نو پوشیده شدگی بود. من بعد از 40 سال مکتب نو بینا پوشیده شد. در این بینا صنف‌های ابتدایی حاضر تعلیم گرفته بودم. همه شرایط به این مکتب مجسم کرده شده است. این هم برای این قراردادی امسال خوانندگان صنف 11 تمام کرده 11 52%ش به تعلیم‌های عالی داخل شد. این شرایطی که به بچگان کرده شده است. در آینده می‌دانیم که در آینده خوانندگان حاصلخواری خودشون نشان می‌دهند و همچنین ما با معلمان پیشقدمی که صفت تعلیم را بالا برداشتن تبریک و مبارکباد می‌کنیم. در همین مکتب اگر 43 نفر معلمان باشد، اگر از همه 32 نفرش شاگردی خدمت می‌باشد. با شاگردان همصف کار کردن؟ همصف کردن و که بسیارش از وایخو حاضرنگ زمانوی وایخوش از شاگردان یاد میگیرم. بسیارش وایخو از من از استاد یاد میگیرم. شما یاد میگیرم. حالا 2 نفر شاگردان همچنین جانشینی خودم میباشد. در دوام چاره‌بینی تبریکات شاگردان، سخنهای صمیمی استادان نسبت طالب علمان با افتخارنامه‌ها صاحب گشتن آموزگاران فعال مکتب بسا خاطرمان بود. در بحر و بیتخانه طالب علمان ما هم به اختیار اشتراک نمودیم که این لحظه ها به ما فرح بخش بود. من معلمی زبان ادبیات چندین سال در این مکتب کار میکنم و بسیار در این مکتب نتیجه ها بسیار است. چندین سال در ولایت ها المپیاد اشتراک میکنیم. ما مکتب هم جهت هم فعال است و فخر میکنم که با این کسب مشغولم. همکسبانمان را با ایدی 1 اکتبر تبریک و مبارکباد می نمایم. در این کسب‌های مشقتشان با آنها کامیابی‌های کلان و ظفرها می طلبم. عیدتان مبارک باشد استادان عزیز، معلمان مهربان. من امروز خرسندم که شاگردان ما موفقیت خواهی بسیاری کامیابی‌ها را از خود به دست درآوردند. من هرگاه که ختم کنندگان به دانشکده‌های عالی حجت می‌سپارند، بعد از امتحان می‌بینم که بیشتر بالها را از زبان ازبکی می‌گیرند، گرچه آنها در مکتبی تاجیک زبان تحصیل می‌گیرند. با همه امکانیت‌ها اولا به دولتمان، به حکومتمان رحمت خواهی میگویم که از این امکانیت پایده بوده ما پایدارهای دوره سوم رنسانس را به آینده مستحکم کردن و قصه‌های بی‌نظیر را گذاریم. Hozirgi kunda yurtboshimiz tomonidan ingliz tiliga juda katta e'tiborlar berilyapti. Shu qatorda bugun
xalqaro sertifikat TKT C1 ni qo'lga kiritdim. Nafaqat men, balki hozirgi kunda ta'lim olayotgan o'quvchilarimiz ham BIP2 sertifikatini olib o'qishlarga, oliy ta'lim muassasalariga talaba bo'lishga erishdilar. Hozirgi shunday ulug' kunlarda yurtboshimiz tomonidan ustozlarga katta e'tiborlar berilyapti. Bugungi kunda direktorimiz tomonidan shunday faxriyorlik bilan taqdirlandim. Barchangizni, barcha ustozlarni o'quvchilarga bilim berishdan charchamaslikni tilab qolaman. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz ustozlar. Men از کسب خود خرسندم. در امروز ها با ما اعتبارهای کلان داده شده است از طرف پرزیدنتمان. با ما میدانیم که به تاریخ آینده نیست. باید هر یک فرزند ازبکستان تاریخ خود را خوب داند. امیدوارم که شاگردان من با کامیابی های بزرگ نائل میگردند. منزل نوبتی ما مکتب رقمی 48 می باشد که اینجا 323 نفر خواننده تعلیم می گیرد. 35 نفر آموزگاران به شاگردان تعلیم و تربیه می دهند. هر صبح فیروز خرسند و خندان با سوی مکتب رویم شتابان قبول نماید با مهر تازه در صحن مکتب ما را همیشه معلمی ما معلمی مهربان مهرتان در دل و جان لفظ شیرینی روان ما از شما آموختیم به هر سوال جواب رو دانستن حساب رو هم خواندن کتاب رو ما از شما آموختیم حفظ خاکی وطن را به وی صادق بودن را وصف باغ چمن را ما از شما آموختیم عکسی شما چون پدر همیشه پیش و نظر حرمت و عقل و بشر ما از شما آموختیم واقعا نقش آموزگاران در زندگی نامه ما بسا مهم است، زیرا هر یکی ما در محیط عائله از والدین تربیت گرفته در مسکن علم و دانش با نام مکتب تعلیم میگیریم. سپس به حیات مستقل قدم‌های استوار می‌گذاریم. عیناً آموزگاران در دل و دیده‌مان مهر و محبت را به وطن مادر بیدار می‌سازند. خصلت‌های نکو را در شعورمان افزون می‌گردانند. با ایدی معلمان از تخت دل تبریک و مبارکباد نموده با کارهایشان موفقیت‌ها و صحت و سلامتی‌های نو به نو می‌طلبم. من همه معلم ها را با 1 اکتبر روز معلمان تبریک و مبارکباد می نمایم. به همشان صحت سلامتی می طلبم. همه استاد و معلم ها با بیرام 1 اکتبر تبریک و مبارکباد می کنم و صحت سلامتی در کارهای آینده شرف ها موفقیت ها می طلبم. ازبکستان همه معلم های تبریک و مبارکباد می کنم. اگر در جهان نبود آموزگار شود تیره از بیخرد روزگار. همه معلمان همه زیادی‌دهندگان ازبکستان با این عید تبریک و تحسین میگوییم. من قریب 30 سال از فن زبان و ادبیات تاجیک در این مکتب درس میدیم. اهل جوانی ها جماعی خوب. منزل نوبتی ما مکتب تعلیم همگانی رقمی 54 دهی زرکن. در مکتب 42 نفر آموزگاران و 379 نفر خوانندگان تعلیم می‌دهند. این مکتب نوترین در زرکند می باشد. از این لحاظ بنای مکتب به طلب زمان بنیاد گشته است. همزمان چون دیگر مکتب‌های دهه با تجهیزات‌های ضروری جهازانیده شده است. کتابخانه مکتب گوشه دوست داشته کتابخوانان است. من در این مکتب قریب 2 سال باز کار کرده ایستادم. با این کسب معلمی سببکار گفته مادرم خودم میدونم. اول به مادرم تشکر میگویم. همین کسبی که زحمتناک هم شرفناک را پیشکش کرده است. با جماعی که عقل، ایناق، رفیق، دوست شده کار کرده ایستادم. به همه معلمان تشکر میگویم. پدر و مادران خود تشریف میآید به مکتب، در دوام درس ها اشتراک میکند، از فرزندانشان خبر میگیرد. همچنین که معلمان هم همان خوانندگان را خود فرزند خودش برین میداند. اکنون من با روزی استادان،
معلمان همه معلمان را تبریک و مبارکباد میکنم. صحت و سلامت شده، تندرستی در کارها، موفقیت‌ها، ظفرها یا شناسا می‌طلبم. در 5 مکتب دهی زرکند طالب علمان در 2 زبان، زبان مادری و زبان دولتی تعلیم می‌گیرند. باعث قید است که اکثر پس از ختم مکتب تحصیلات همگانی در دانشگاه و دانشکده‌های عالی تحصیل را ادامه می‌دهند. سال خوانش 2022-23 تقریباً 70% ختم کنندگان به عنوان دانشجو صاحب گشت که این نتیجه خوب نشانه مهنت آموزگاران را در جمعیت عکس می‌دهد. امیدواریم این همه برای بهبودی ازبکستان نو و صاحبان آن خدمت خواهد کرد. عید مبارک استادان. خدا حافظ. بادام بخارا بانه می نگه میکش مارا، هی بانه می نگه میکش مارا. بادام گل بادام بخارا بانه می نگه میکش مارا، هی بانه می نگه میکش مارا. شوم با باغ دلا نکنم سبت گلت پس دروازه الله نشوه عشق تو آوازه پیشی تنشینم طلبیدا نکنم سبت گلت پس دروازه الله نشوه عشق تو آوازه. یک روز تو را عاشق دیوانه کنم سبت گلت پس دروازه الله نشوه عشق تو آوازه. هی بادام گل بادام بخارا بانه می نگه میکش مارا، هی بانه می نگه میکش مارا. بادام گل بادام بخارا بانه می نگه میکش مارا، هی بانه می نگه میکش مارا. مهتاب شوم نور با پایت ریزم سبت گلت پس دروازه الله نشوه عشق تو آوازه. از بام و درت گل بشوم گل بیزم سبت گلت پس دروازه الله نشوه عشق تو آوازه. به همراه تو از خانه شب بگریزم سبت گلت پس دروازه الله نشوه عشق تو آوازه. هی بادام گل بادام بخارا بانه می نگه میکش مارا، هی بانه می نگه میکش مارا. بادام گل بادام بخارا بانه می نگه میکش مارا، هی بانه می نگه میکش مارا. بادام گل بادام